تصورم اینه که واقعا سن و سال بعد از 50 سالگی یک تفاوت عمده‌ای داره تا قبل از 50. قبل از 50 هر سال رو من حس می‌کردم. 50 سالی که دیگه اوجه به نظرم گرفتاری همه آدم هاست، به خصوص توی مردا. خب سن ترسناکی بود. وقتی فکر کنیم داریم نزدیک میشیم به 50 سالگی، فکر کردیم که همه زندگی پشت سره و ما در واقع بهترین دورانمون رو گذروندیم و حالا باید با یک نوع افسردگی دائمی مواجه باشیم با باقی مانده عمری که معلوم نیست چقدر طول میکشه. فکر میکنی که حالا زندگی رو بدون توهم، بدون باور بعضی از چیزها، بدون اینکه باور میکنی که یک دوره‌ای رو پشت سر گذاشتی ولی دوره تازه‌ای که آغاز شده آنچنان بد نیست. و دیگه منظورم بود که منتظر عدد 50 نیستی. بنابراین دیگه زندگی داره آزاد داره پیش میره، روز به روز در یک روزمرگی دائم. حالا اون بستگی داره به روحیه شخصی تو، چقدر بلدی از زندگی لذت ببری، چقدر بلدی که خوشحال باشی. اینا دیگه فکر کنم با هر کسی متفاوته. 50 سالگی چیزی برای من شبیه غروب بود. یک کمی تلخ بود، اما بعد از اینکه چراغا رو روشن کردیم یه زندگی دیگه ای شروع شد و به نظرم از اونجایی که دیگه منتظر 50 سالگی نیستیم، بعد از 50 سالگی 60 سالگی و 70 سالگی هم هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین ما یک دوره‌ای رو پاس کردیم، یعنی اون عدد ترسناک 50 سالگی رو پشت سر گذاشتیم بعد از 50 سالگی. بنابراین 60 سالگی و 70 سالگی و شاید هم امیدواریم 80 سالگی هم دیگه زیاد وحشتناک نباشه اون چنان که 50 سالگی.